آقا سلام علیکم، چطور؟ امروز اومدم روز اول چالش رو بزتون برم. صدا میطوریه، ببخشید سرما خوردم. چالشمون ممکن روزای متفاوت فرق کنه، ولی در کل کتاب خوندن و یه جای زیبای اصفهان رو بهتون نشون دادن و مراقبه و زبان خوندن و از این چیزا. اینجا اومدم بهتون سلام میکنم، قهوه‌مو خوردم، ساعت رو نشون میدم، کتابی که قراره شروع کنید 35 دقیقه است، جمله مثبت امروز و چیزایی که نوشتم و خلاصه کاری که در کل میخوام شروع کنم. بعد اون رفتم ماسکم رو زدم و نشستم به درس خوندن و تموم شد. درش داشتم آخور دال درست کردم، دوتون خالی خوردم، عالی بود. حتی لیمو چون سرما خوردم. بعد از اون رفتم میدون، شیش و خوبیه بود تقریبا، با هیچ کس نبود، عالی بود. اینجا اصفهان، ما اصفهان زندگی میکنیم، به این قسمت میگن ورودی میدان نقش جهان. بریم که نشونتون بدم این ورودیشه. اینجا بهش میگن خیابون سپه، واقعا عالیه، خیلی خوشگل و سرسبزه. یعنی واقعا فیلمی که واسهتون گرفتم بروچرخم بودم تکون میخوره، اصلا نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. خلاصه که خیلی خفن. حالا یکم جلوتر میرسیم به خود میدون و قشنگی های جذابش رو قشنگ با هم دیگه میبینیم. این واقعا انقدر هیجان زدم از دیدن اینجا، اصلا نمیدونم چجوری توصیفش کنم. آقا خلاصه که بهتون بگم که ما هر روزی چالش داریم. من 4 تا گربه دارم، از گربه ها این وسط براتون یه توضیح بدم. از گربه ها براتون فیلم میذارم، از کاری که صبح انجام میدم. چالش اینو دارم که قند نخورم و رسیدیم اینجا داریم میریم داخل ورودی میدون، قند نخورم و الان 60 کیلویی، میخوام که به 50 برسم. حالا 55 هم باز خوبه بدون ورزش، البته چون یه سری ممنوعیت هایی دارم فعلا نمیتونم ورزش کنم. ورزش که میرفتم بدنسازی بوده و 4 ماه نرفتم، گفتم که خب چه بهتر که خودم شروع کنم و هم پیج یوتیوبم بسازم، هم با شما در میون بذارم، اصفهان رو بهتون نشون بدم و کلی کیف کنیم با همین زیبایی ها رو ببینیم، لذت ببریم. آقا اینجا دیگه کم کم وارد خود میدون میشیم و وای از این زیبایی اصلا نمیتونه فیلم نشون بده بهتون که چقدر اینجا قشنگه، چقدر اینجا زیباه. و تایمی که من رسیدم من بودیم و ماموره شهرداری زحمتکش که داشتن اینجا رو تمیز میکردن و بس ما خیلی تمیز، هم مردم آشغال نمیریزن، هم خیلی به نظافت شهر رسیدگی میشه. بعد اینجا داخل میدون، حالا کسایی که نیومدین، پر از مغازه از صنایع دستی و گز و حالا لباس و لوازم آرایشی و دیگه براتون بگم صنایع دستی هم که بهتون گفتم، کلا همه چی دیگه، قلمزنی و تخته و قاضی تخته، این دیگه همه چی میفروشن دیگه اینجا. حالا حضور ذهن ندارم تا اینجاش. یه میدون پر از آثار باستانیه، یکیش اینجاه که یه کافه دیگه هم هست که اون سمت از میدون، حالا بهتون نشون میدم. جا دارم با چرخ براتون کل میدون چرخ میزنم که ببینید. حالا ما رمضون هستش و نمیشه فعلا، اما ما رمضون که تموم شد ممکنه که یه ولاگ براتون بذارم که ببینید. یه کافه هست، از اون کافه کل میدون خیلی قشنگ میشه. اینجا یه عالمه کبوتر بودم، من از بینشون رد شدم. به به چه صحنه، وای اصلا نمیتونم بهتون بگم، یعنی نمیتونم براتون توصیف کنم. خیلی قشنگ، خیلی قشنگتر از چیزی که الان شما توی این فیلم میبینین. مسجدی که داخل میدون قرار داره دیگه، اینم کلن دیگه دور تا دور همه مغازه است. به به این تمیزی و به این آسمون، سکوت خیلی قشنگی بود، صدای پرنده ها خیلی عالی بود.
در جهان خورم بودن بی غم بودن. حالا خوشحال میشم شما به هم بگین اگر که دوست دارین جای دیگه از اصفهانو برم بهتون نشون بدم. من صبح ها این کارو میکنم 5-6 صبح. اگر امکانش یعنی یه روزی برسه که نتونم صبح برم جای حالا به هر دلیلی، یا بعد از ظهر میرم یه جای براتون میذارم که باز بخاطر اینکه شروعه نمیدونم چطوری میشه یا اینکه کلا یه مدل دیگه واسه میذارم، ولی هر روز تقریبا سعی میکنم که واسه یه ویدیو جذاب بذارم. ولی دیگه چالش من از امروز شروع شده که زبان بخونم هر روز، 5 صبح بیدار بشم، بیرون برم، دوش بگیرم، قند مصنوعی نخورم، ورزش کنم اینطوری و دیگه به خودم رسیدگی کنم، مراقبه کنم، کتاب بخونم. من کتابی هم که میخونم حالا واسهتون میذارم، اگر که دم لذت بردین و دوست داشتین کتابی که میخونم من باهاتون اشتراک میذارم، یا حالا یکم از مقدمش میگم، یا اگر دوست داشتین براتون میخونم که ببینم چطوریه این کانال، به چه صورت میشه. خیلی قشنگه. به قسمت بعدی هم که توی فیلم میاد الان با چرخم نشستم یه کتابمو میخونم و زبانمو بعدش میخونم و اون غذای گربه هاست، به گربه ها غذا میدم. آب با خودم آوردم که فقط آب بخورم هرچی دلم خواست، حالا تشنه شدم یا هرچی. یکم اینجا واسه خودم تو این سکوت لذت بردم، چشممو بستم، نشستم، نگاه کردم، فقط نظاره‌گر بودم دیگه، ببینم اطراف چه اتفاقی رخ میده، ببینم، بشنوم، از این تمیزی لذت ببرم. به به، بی‌نظیره. خیلی کیف کردم. اینجا کتابام بهتون معرفی میکنم که البته واسه تون میذارم یک کمیشو براتون میخونم مقدمشو. غذای گربه هم که دیدم آب و دیگه به شروع کردم و بعد که دیگه میخواستم برم خونه بلند شدم به گربه ها غذا دادم. یا عالم گربه بوده، من پلاستیک رو تکون میدادم گربه پیدا میکردم، به گربه ها غذا دادم، به کلاغا غذای گربه دادم، دوست داشتن خوردم، به کبوترها، کبوتر بود، باختر بود، پرستو بود، خیلی مدلای مختلف بود، کلاغ بود. بودو بیا دیگه خوردن، دوست داشتن دیگه، بنده خدا چیزی که ایشون نمیاد که اینجا این پیشولا گرسنه داشتم این خانم التماس کن، گفتم بیان اینجا من براتون گرجا میدم، براتون گرجا خوردن. باشه سب که بنده خدا خوردن و سب کن باشه. چه داره التماس میکن؟ آخ کلاغ غذا میخواست، غذای گربه بخوره، من از غذای خودم بهش دادم. اینجا هم دیگه این از غذای که دستم بود بهش دادم. اینجا هم دیگه این پیشولا نشد.